لطفا کانال رو ساب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارید تا ویدیوی آموزش ترفند این روش رو بهتون آموزش بدم. مرسی. سلام، یه دستگاه آیفون 15 نرماله که اپل آیدی روش بوده و متاسفانه لاک شده. اپل آیدی نات اکتیو نشده، اپل آیدی لاک شده. اگر هم شما اینجا ببینید فایند آیفونش روشن بوده. حالا بذارید اپل آیدی کامل بیاد بالا. میبینید فایند آیفون روشن بوده. به خاطر همین وقتی که میخوای ساین اوت کنی رمز میخواد. ولی خب رمزم بزنید اپل آیدی چون بلاک شده اصلا در نمیاد بیرون. ولی خب من یه روشی پیدا کردم، یه روش خیلی ساده است که حالا بهتون توضیح میدم چجوریه. ویدیوشو حتما درست میکنم براتون. ولی لطفا اگه الان آیفون دارید این ویدیو رو میبینید، به خاطر اینکه این مشکل براتون پیش نیاد، لطفا فایند آیفون از این بخش خاموش کنید که من ویدیوی شورتش هم ساختم و کانال هستش. مرسی.